خب کامپوننت های اند کمپانی هرتز ایتالیا از لاین میل لجند بالاترین رده اسپیکرهای هرتز محسوب میشه با تایپ MLK 1650 و سایز 165 که به اکثر رودریای خودروها به صورت فابریک میخوره. توان قابل توجه 150 وات RMS رو داره که توان زیادیه برای کامپوننت. بریم بازش کنیم از نزدیک ببینیم. قبلش هم بگم که این محصول جایزه ایزای بهترین کامپوننت سال رو گرفته. خودم ویدیوی خاصی توی سایت های ایرانی ندیدم از این در واقع محصول، برای همین خودم گفتم یه ویدیو ازش بگیرم برای کسی که شاید بخواد این کالا رو از نزدیک ببینه، شاید به دردش بخوره. دو تا گریل محافظ فلزی با جنس بسیار مرغوب داره که ما کاری باش نداریم. اینم از اصل جنس، شامل ووفر و تیوتر و کراسوور. یه نگاه به ووفرش بندازیم. یه ووفریه با طراحی منحصر به فرد خود هرتز که یه صفحه حالت وی شکلی داره، حالا نمیدونم تو تصویر مشخصه یا نه، و همونجور که میبینید یه سراند همچین پهن و پهن و بزرگی داره که خود این نشون دهنده این که قراره قدرت زیادی به ما بده. جنس این در واقع سراند ووفرش از فیبر کتونه، اما جذابیتش به پشتشه. پشتش یه مگنت نئودیموم به کار برده که اصلا یکی از دلایلی که محصول گرون کرده همین مگنت نئودیمومشه. جنس بسکتش هم از آلومینیومه. نسبت به جثه‌اش انصافا وزن بالایی داره. این هم تیوتر معروف و محبوبش بین کارادیو بازا، تیوتر ML280 با سایز 28 میل و جنس دام که فرکانس های بالا رو کاملا پوشش میده. جنس صدای قشنگی داره اونایی که تجربهش کردن. اینم کراسوور بزرگش، یه کراسوور همچین تو سایز بزرگیه چون انبوهی از قطعات الکترونیکی و البته تنظیمات کاملی داره. اینم کراسوور با کیفیتیه. ظاهر و باطنش مشخصه که در واقع قرار فرکانس ها رو به بهترین شکل ممکن برای ما تفکیک کنه. این حتی کنار این ووفر قرار دادم یه ذره از ووفرم بزرگتر کراسوور. فکر کنم جفت اون یکی کراسوور قرار بگیره خودش اندازه یه آمپ کلاس دی بشه. چیزی که خیلی خلاصه راجع به این محصول به صورت ساده میتونم بگم، یه محصول بالا رده گرون قیمت، البته خب به نسبت قیمتش ارزنده است وقتی با هم رده های خودش تو برندهای دیگه مقایسه میکنیم. خب هر کدوم از این اجزا خودش یه محصول منحصر به فرده، برای همینم تو کارتونای جدا به صورت مجزا توی بازار عرضه میشه و همین پکیج در واقع چون منحصر به فرد شده باعث شده که جایزه ایزای بهترین کامپوننت سال رو بگیره. محصولی که تو رده SQ خب مسلماً و یعنی یه محصول کیفیتی که شما احتیاج به یه آمپلیفایر SQ و البته قدرتمند دارین چون توان 150 وات RMS رو داره. برای اینکه بهترین خروجی رو بگیرین احتیاج به یه آمپلیفایر کیفیتی و در عین حال قدرتمند دارین. و اینکه در واقع هرتز نهایت تکنولوژی و قدرت و در واقع کیفیتش رو توی این کامپوننت به کار برده. یه کامپوننت توئیه که توی ولوم‌های بسیار بالا کمترین دیستورت و کمترین در هم ریختگی صدا رو داره.